چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به پارت جدید بازی ردی اور نات. بعد 2 روز من دارم دوباره ویدیو میگیرم چون خیلی مریض شده بودم و فکر کنم از ظاهرم مشخص باشه قشنگ رنگم پریده، ولی خب دوست ندارم که متوقف شه این کاری که دارم انجام میدم. خیلی دوست دارم بعد این 100 تا ویدئویی که من گذاشتم توی چنل، از اولین ویدئوم اگه نگاه کنین چقدر کیفیت کار پایین بود و تا الان که اومدم هنوزم میگم کیفیت پایینه. دوست ندارم اینطوری باشه، دوست دارم خیلی کیفیت براتون بهتر باشه، لذت ببریم ویدیو رو نگاه کنید. دوست دارم که این خانواده‌ای که دارم تشکیل میدم، این کامیونیتی که داریم با هم دیگه میسازیم، هر چقدر که میایین منو ساب میکنین، کسایی که میان ویدیو رو لایک میکنن، ویدیو رو نگاه میکنن، برای من این مهمه که اون کسی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه واقعا لذت ببره. یعنی یه حسی رو الان میخوام بهتون بگم، یه حسی که خب حالا صرفا برای خودم یه حس جدید بود. مثل نگاه کردن ویدیوهای معمولی نیست، مثل نگاه کردن سریال یا فیلم نیستش. انگاری تو داری کنار یک نفری داره اون یه کاری رو انجام میده و تو هم انگار داری اون کار رو انجام میدی. چجوری دوست دارم بشینم این تایم باهاتون واقعا صحبت کنم، چون 100 تا ویدیو گذشته من اصلا با کسایی که میان ویدیوهای من نگاه میکنن صحبت نکردم، فقط براتون ویدیو درست کردم گذاشتم. خیلی دوست داشتم این موقعیتش ایجاد شه با هم دیگه صحبت کنیم. فکر کنم یه 3-4 دقیقه بیشتر نشه، میتونین رد کنین و بازی رو شروع کنیم. چیزی که دوست داشتم همیشه من بهتون بگم، سبک زندگی که من دارم بر خودم درست میکنم اصلا وفق مراد بقیه کسایی که دارن زندگی منو از پشت از دور نگاه میکنن نیست. یه چیز عجیبیه براشون، باورشون نمیشه که آقا همچین جایی هست تو میتونی همچین کاری بکنی. یعنی هیچ نمیدونن پشت پرده این قضیه ها چیه، من چقدر دارم برای این کارم زحمت میکشم. و خب به هر حال بچه‌ها هر کاری یه سختی داره، نمیشه گفت همه کارا بدون سختیه. این که بهتون بگم پاشین بیان یوتیوب انقدر ساب بگیرین انقدر بهتون پول میدن، نه بچه اینجوری نیستش. خب همون مسیری که سختیش رو میخوام براتون بگم. سختیش اینطوریه که شما 3 سال 4 سال دارین کنکور میخونین، دارین برای کنکورتون تلاش میکنین، خب که یه مقام یه رتبه بیارین توی حالا این کشور و خیلی براش زحمت میکشین. مخصوصا حالا فرقی نداره، هر رشته سختی خودشو داره، بازم میگم هر چیزی سختی خودشو داره، ولی من خودم تجربی بودم بچه‌ها. یعنی واقعا از تجربی متنفرم من و تنها چیزی که باعث میشد من این درس رو ادامه بدم، من کارم اینه. خب حالا بهتون میخوام بگم اینا رو، از خودم یه بیوگرافی داشته باشین تو ذهنتون، صرفا یه کسی نباشه که بدون وبکم میاد تو تصویر بازی رو میره جلو، اصلا این کیه، چرا اومده اینجا، چرا داره این کارو میکنه، چرا دارم این کارو میکنم. بچه‌ها من درس تجربی رو خیلی خوندم واقعا، هم تا جایی که تونستم، یعنی تا جایی که علاقم میکشید. حالا علاقم نسبت به مادرم بود که من داشتم ادامه میدادم و اینا، اصلا برای اون کار من ساخته نشده بودم. ادامه دادم ولی میدونستم که آقا من قرار نیست به جایی برسم از توی این حالت. هر کسی یه هنری داره. متاسفانه این مدارس ایران ما، این سیستم آموزش پرورش ایران ما که این مشکل رو ایجاد کرده، همه نمیتونن سر هنری که میخوان برن. توی مدارس ما موسیقی اجرا نمیشه، کسی که هنر موسیقی داره صرفا مجبوره یک چیز دیگه ای رو بخونه، ریاضی بخونه، نه انسانی بخونه، مثلا این چیزایی که هیچ ربطی به این قضیه نداره، واقعا چرته. و کسی که نقاشیش خوبه نمیتونه تو مدرسه های ما بیاد بالا راحت. یه سری هنرایی اصلا آهنگسازی، کسی که تو رپ خوندن خوبه. الان دارین میبینین دیگه، چشم و گوش هممون توی اینستا باز شده، تو یوتیوب دارین میبینین، فضای مجازی همه تو یه گوشی دارین، گوشی رو برمی‌دارین چک می‌کنین، دور و بر نگاه می‌کنین، فلانی به چه درجه رسیده، فلانی داره چیکار می‌کنه. اینا اصلا تو مدارس ما نبوده. پس یه تایمی رو من که کنکورم تموم شد اومدم گفتم آقا چرا من به هنر خودم نچسبم؟ چرا وقتی من انقدر تو ادیت کردن، تو درست کردن محتوا، تو اینجای ویدیو باید این اتفاق بیفته، تو اونجای ویدیو باید این چیز باشه، آهنگ ویدیو فلانجا باید این باشه، من هنرم این بود. یعنی خیلی راحت این کارو انجام میدادم و بچه‌ای که نگاه میکردن خوششون میومد. یه لپتاپی من این پشت میذارم، حالا چون این لپتاپی که من اینجا دارم بچه‌ها رمش 4 من اینو 8 سال فکر کنم داشتم. روی این من ادیت پریمیر اجرا میکردم، پریمیری که رم حداقل 8 میخواد روی این اجرا میکردم. به بدبختی من ویدیو یوتیوبرها رو بچه‌ها ادیت میکردم. پولی که من در می آوردم از ادیت کردنم بود، خیلی هم کم بود، خیلی کم، چون دیر من پروژه رو تحویل میدادم. رندر بچه‌ها یه دونه رندر، یعنی محتوایی که از پریمیر بخواید خروجی ازش بگیرین، برای من حدود 6 ساعت 7 ساعت با اون لپتاپ طول میکشید و فلانی ها نمیگم کی، با اکثر یوتیوبرها من کار کردم، میدونم پشت پرده اینا چیه. فلانی بهم انقدر پول میداد، واقعا برام سخت بود
گفتم آقا بذار من هنر خودم برم جلو. دوست داشتم که اینجوری بگم این ویدئویی که شما دارین نگاه میکنین، این 1 ساعت 20 دقیقه 30 دقیقه 10 دقیقه‌ای که دارین نگاه میکنین یه حال خوبی رو بهتون بده، مثل اون حالی که من تمام درسامو میخوندم ساعت 11 شب میشد، ساعت 11 شب تا 1 شب من اختصاص میدادم به خودم، میرفتم توی یوتیوب با اون حجم از اینترنتی که یوتیوب میخورد. به بدبختی اون موقع من این کارو میکردم با پولی که از ادیت در می آوردم پا میشدم میرفتم ویدیوهای اونا رو نگاه میکردم. ویدیو کی رو نگاه میکردم؟ از آریا کوکسر من خیلی خوشم میومد. اورکا، من خیلی اورکا رو دوست داشتم. اورکا تنها کسی بود که حس میکردم از ته قلب داره اون کارو انجام میده، به خاطر حال خوش ما بود بیشتر. خیلی دوست داشتم، حال خوبی بهم دست میداد. دوست دارم کاری که دارم الان انجام میدم به اون درجه‌ای برسه کسی که میاد ویدیوهای منو نگاه میکنه اون حال خوبو داشته باشه و با خودم صحبت کنه در مورد اون اتفاقی که داره براش میفته، در مورد اون اتفاقی که تو ویدیو داره میفته. شاید اکثرا همینن، شاید که نه، اکثرا همینن. فکر میکنن آقا من الان دیگه رو پول دارم، ای بچه پولدار طرف. الان این بچهای میزی که داری اینجا میبینی، این خرت پرتایی که این پشت افتاده، همشو من به بدبختی هزینه کردم که بتونم یه وبکمی بذارم که بیشتر شما راضی باشین. دوست نداشتم که خیلی خیلی خام پاشم بیام، چون یه نسلی شده که متاسفانه داره رقابت درست میشه اینجا و رقابت بیشتر سر پوله. پول در آوردن بچه همش همین کار نیست که هر کسی از هر جایی پاشه بیاد یوتیوب بزنه پولشو در بیاره. خب زحمت داره، مثل اون 3 سال کنکوری که شما میخونین. یعنی ما فلان مدت زمان داریم که به یه درجه‌ای برسیم و اگه تو به اون درجه نرسیدی یعنی برای این کار نیستی. یعنی سعی نکن فشار بیاری رو خودت که اون کارو انجام بدی. خب مداوم اون کارو انجام بده، رو روتین باش، سعی کن حال خوب خودتو به مخاطب برسونی و شما هم حال خوب داشته باشین با این شرایط بدی که توی ایران ما به وجود اومده. میگم الان من خیلی اوضاعم بده، خیلی مریضم، ولی دوست داشتم بیام این صحبت‌ها رو باهاتون بکنم، چون چند روزیه دارم به این قضیه خیلی فکر میکنم آقا چرا به مردم نمیگی. بعضیا شاید فکر دیگه‌ای تو ذهنشون باشه. من برای اون 130 نفر 120 نفری که دارن منو ساب میکنن، برای اون یک نفری که پا میشه میاد کامنت ها میگه فلان ویدیو تو بیشتر بذار، ادامه بده، یا حرفی که میزنه، من همه اونا رو میرم میخونم، جواباشون رو میدم. دوست دارم که بیان حتی با هم بازی کنیم. در این حد توی دیسکورد ما از رنگ‌های مختلف 2 تا 2 خیلی زیاده، از رنگ پایین تا خیلی بالاشو داریم. سعی می‌کنم با همه‌شون بازی کنم که فکر نکنن این انحصار من نسبت به یه کاریه. نه، من دوست داشتم که این حرفا رو بهتون بزنم و امیدوارم که حالا کسایی که تا اینجای ویدیو نگاه کردن احساس قلبی خودشون رو نسبت به این قضیه میتونین بهم بگین تو کامنت‌های. نخواستین تو کامنت‌ها بگین، تو دیسکورد میتونین تو دایرکت خودم بگین، توی این حساب بهم بگین. میگم امیدوارم بتونم یه شرایطی رو اینجا براتون مهیا کنم که شما هم لذت ببرید.